قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. هر انسان من حیث انسان هر عملی که میکند با اختیار خودش وقتی که او را انتخاب میکنه میخواهد که به خوبی ها برسد، به عزت برسد، نیکی ها را برای خود جلب بکند. ولی هیچگاه بدون دین و بدون قرآن و سنت رسول علیه السلام نمیتونیم راه های خوب را انتخاب بکنیم. زندگی مطمئن در دین است و پروردگار توفیق به ما شما عنایت بکند که این زندگی مطمئن را به دست بیاریم. ما یک چیزی داریم به عنوان خانه و این یکی از ضروریات دین است، حفظ از او، نگهداشت از او. و اسلام من حیث دین کامل اجازه نمیدهد که کسی تجاوز بر حریم خانواده بکند، بلکه برای حفظ ارزش‌های خانوادگی، حقوق افرادی که در خانواده زندگی می‌کنند او را به تفصیل تام بیان کرده است. فرزندان هم بر پدر و مادرشان حق دارد، پس باید متوجه بوده باشند که این حقوق چیست. پروردگار ما در رابطه به اهمیت از این موضوع ارشاد می‌فرماید: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. پروردگار می‌فرماید آنانی که ایمان آوردند و با واسطه ایمان و عمل صالحشان داخل جنت انشاءالله می شود، باید امید از این را داشته باشند که در جنت با فرزندانشان باید باشد. و چون خوب انجام میدن کارها را داخل جنت میشن با فرزندانشان. ولی کدام فرزند؟ و فرزندی که ایمان داشته باشد، و فرزندی که ایمان به کتاب الله و سنت رسول الله داشته باشد، او فرزند امرای جنت می رود. نه او فرزندی که دشمنی با کتاب الله بکند، نه او فرزندی که دشمنی با دین بکند، نه او فرزندی که دشمنی با رسول الله بکند. او فرزند داخل جنت نمی شود. پس اگر شما خواسته باشین ای پدرها و مادرها که فرزندانتان امرای شما در جنت بوده باشد، پس در تربیت سالم از اونها متوجه بوده باشین. اونها باید مسلمان بوده باشند، مؤمن باید بوده باشند. نبی کریم صلی الله علیه و سلم در حدیثی که ابن حبان روایت میکند میفرماید: رحم الله والدا اعان ولده علی بره. خداوند به او پدر و مادر رحم بکند که فرزندش را در امور خیر کمک میکند. فرزندش در امور خیر کمک میکنه، شاباس برش میگوید، هر روز برش میگوید که فرزندم چی کاری را انجام دادی که با واسطه از او به خداوند متعال قرب حاصل بکنی. خدا رحم بکنه او پدر و مادری که از فرزندش، از دخترش پرسان میکنه امروز نماز خواندی؟ امروز قرآن را تلاوت کردی؟ امروز با کی خوبی کردی؟ این پرسان بکند. و به جان از او پدر و مادری که از فرزندش پرسان نمی کند که در کجا رفته بودی،
نماز را که نخوانده باشد پرسانش نکنه، اعمال صالح را انجام نمیده پرسانش نمیکنه. تمام روز در جوار فرزندش است تا که او جنگ بکنه ای دفاعش بکنه، او توهین بکنه دیگر را ای دفاعش بکنه، او رشوت بیاره ای دفاعش بکنه، او حرام بیاره ای دفاعش بکند. خدا از او پدر و مادر ما شما را نگاه بکند. پس از او پدر و مادری بوده باشین که مراقبت بکنین اعمال فرزندانتان را، تلاش بکنین که اونها را در امور خیر کمک بکنین. امام طبرانی از حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه و ارضاه روایت میکنه: سئل رجل، مرد پرسان کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم: یا رسول الله من ابر، با کی خوبی بکنم؟ پیغمبر فرمود: بر والدیک، با پدر و مادرت خوبی بکن. فقال لیس لی والدان، برای من پدر و مادر نیست، هر دویشان وفات کرده. فقال، پیغمبر گفت که بر ولدک، با فرزندت خوبی بکن. کما ان لوالدیک حقا، امین رقم که میدانی در دین حقوق ثابت شده ای برای والدین است، کذالک لولدک علیک حق، همین طور برای فرزند تو بر بالای تو حق است، و حق فرزندت را ادا بکن. این حقوقی که فرزند بر بالای ما و شما داره چی است؟ مهمترین حقوقش حسن اختیار یک مادر خوب برای فرزندانتان. هر پدر، هر فرزند بر پدر حق دارد که بهترین مادر را برای فرزندش انتخاب بکند تا با دیدن سیرت مادر خودش وسیله شود این سیرت، این رفتار و این کردار مادر که فرزند خود را بسازد و با مادرش افتخار بکند. بنان با هر کس عروسی نکنین، انتخاب بکنین با چه کس عروسی میکنین. و رسول ما صلی الله علیه و سلم از همین خاطر میفرماید که تنکح المرأة لاربع، مردم غالبا به 4 چیز بسیار زیاد توجه دارند. یک تعداد حسن را متوجه هستند، یک تعداد نسب را متوجه هستند، یک تعداد مال را متوجه هستند. ولی پیغمبر چی میگوید؟ فاظفر بذات الدین تربت یداک، تلاش بکو با خانواده دیندار کامیابی حاصل بکنی. پس تو مادری را برای فرزندت انتخاب بکو که او دیانت داشته باشه، او از خدا بترسه، او واقعا یک مادری باشد فرزند صالح را تربیت بکند. هر طفل بر مادرش حق دارد که بهترین پدر را برش انتخاب بکند که او پدر وسیله خیر برای فرزندش باشد. بنان با هر کس به عنوان از اینکه پیسه دار است، به عنوان از اینکه در جرمنی و اروپا است، نباید عروسی بکنی. تو متوجه بوده باشی با کسی عروسی بکن که او متدین است، او شخصیتی دارد که فرزندان صالح را برای تربیت میکنه، کمکت میکنه در تربیت اولادت. این حق فرزند است که باید هر مادر در فکر از او باشد. نکته دومی که حق فرزند بر والدینش است، ای که زیاد خوشی را اظهار نکنه به تولد بچیش، در حالی که به تولد دخترش جاهلانه عمل میکند و جبینش خشک می شود، جبینش ترش می شود. او صفات دوران جاهلی را به یادگار خود میگذارد. و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو کظیم، هنگامی که مژده برش داده شود که در خانه دختر شده، بعد از او جبینش ترش شود، قهر شود، با خانمش گپ نمیزند، مبارکی را نمیگیرد. این برای مسلمان نمیزیبد، این کار را مسلمان نمی کند، این کار را انسان موحد با خدا نمی کند. در حالی که رسول ما صلی الله علیه و سلم چیزی با می فرماید: من کن له 3 بنات، کسی که 3 دانه دختر داشته باشد، بعد از او خوب ادب برش بدهد، خوب شفقت سرش بکند، وجبت له الجنه، جنت برش واجب شد. پس هنگامی که در خانه دختر شد، در حقیقت دروازه جنت بر خود خلاص شد. عزیزم، تو در تأدیب، در ادب و در علم و در تربیت از او تلاش بکو. قیل یا رسول الله فان کانت 2، شما خو فرمودین 3 دختر اگر داشته باشد، اگر 2 دختر کسی داشته باشد و او را ادب خوب بدهد، علم را برش بدهد، باز هم پدر داخل جنت می شود. پیغمبر فرمود و این کانت 2، اگر چه 2 دانه دختر باشد.
بعضی از علما میگوید که خود راوی هم گفت که اگر ما برش میگفتیم که اگر یک دختر داشته باشد، پیغمبر علیه السلام خامخا میفرمود اگر یک دختر داشته باشد و او را ادب خوب بدهد، تعلیم خوب برش بدهد، مستحق جنت است. پس حق فرزند امیست که ترجیح نباید بتی بشر را بر دخترت. این کارا نکن، هر دویش فرزندایت است. والله او قدر دعایی که دختر در حق تو میکنه بچه بسیار کم خواهد کرد. اقا خدمتگار که برای تو است، دلسوز که برای تو است، دخترت است. پس تلاش بکن خوب تربیتش بکنی تا سعادت دنیا و آخرت را کسب بکنی. سوم حق فرزندها بر والدینش است که بهترین نام را سرش بگذارد. بهترین نام را سرش بگذارد. این بهترین نام احب الاسماء الی الله عبدالله و عبدالرحمن، بهترین نام نزد خداوند متعال عبدالله و عبدالرحمن است. پس بهترین نامها را به فرزندانتان بگذارین. نامها تأثیرگذار است در تربیت فرزندانتان. شما نامهای شخصیت ها را سرش بگذارین، بعد فرزندت بگو که مشناسی که این نفر کی بود؟ به طور مثال میگم، تو نام عمر را سرش بگذار، بس سیرت حضرت عمر را برش بگو که عمر چی انسانی بود، چی عدل را آورد، چقدر دین را گسترش داد، چگونه از حریم دین دفاع کرد، چه شجاعت داشت، چه اخلاق داشت، چه دلاوری داشت. فرزندم تو پیروی عمر هستی، همچو عادت را در وجود خود بیار. و فرزندت نام بگذار مصعب. تو با تعریف بده که مصعب کیست؟ کسی که داعیه الهی را به مدینه برد، مردم توسط دعوتش مسلمان شدند، حافظ کتاب الله بود، بالاخره در راه الله به شهادت میرسد، در دفاع از دینش تمام آنچه که داشت او را میدهد. فرزندی که لباسهای قیمتی ازی بود، نان قیمتی ازی بود، بوتای قیمتی ازی بود، ولی انگامی که ایمان میارد بعد از او باز 10 دانه پیوند در لباس و در چادرش دیده می شود. انگامی که شهید می شود چادرش را بر رخش که می کشد پایش لچ می شود، و پایش که می کشد رخش لچ می شود، و تا اندازی جایگاه بلند پیدا می کنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حقش اشک می ریزاند. پس تو نام کسی را سر فرزندت بگذار که او نام او را تربیت بکند، او شخصیت او را تربیت بکند. نامایی میمانی که اسوه شده نمیتاند، دلیل شده نمیتاند. و فرزندت نام شیرآقا و گلآقا و میرآقا را میمانی. یعنی چی؟ در حالی که بهترین نامها را کنار گذاشتی، خوبترین نامها را کنار گذاشتی. حتی علما میگوید که نامهای خوبترین نامها را شما انتخاب بکنین، به خاطری که گپ بسیار مهم است. حتی در نامها قره پرتین، در نامها قره پرتین. این حق فرزندشان بر بالای شما هست. بهترین نام یکی از حقوق فرزندا بر بالای والدینشان است. ما خود را مسلمان میگوییم، ولی شما ببینید که نامهای دخترای ما چی است؟ گیتا و سیتا و فلانه و دستانه. این نامهای اندواست. تو خود مسلمان هستی. این نامهای بتاست. تو خود موحد هستی. پس ای پدر و مادر، یک بار پرسان بکن، نام دخترت را عایشه بگذار، نام دخترت را فاطمه بگذار، نام دخترت را عایشه صدیقه بگذار، خدیجه بگذار. تو نام کسایی را بگذار که اونا الگو برای تو هستند، قدوه برای تو هستند. تو برای دخترایت نامهای اون دوا را میمانی. چه رقم مسلمان هستی؟ چه رقم مسلمان هستی؟ پس از خدا بترس و در تعیین نام تلاش نکن که خودت چیزی را یاد نداری. پیش علما مراجعه بکن و برش بگو که بری دخترم، بری فرزندم یک نام نیکو را بگذار. هر فرزندی که انگامی که نام خوب سرش گذاشته شود، تربیت خوب ببیند، او در خدمت والدینش می باشد. انگامی که نام خراب سرش میگذاری، در حقیقت تو زمینه تربیت را مساعد نمی کنی. نزد حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه و ارضا مرد می آید، سرش شکسته است، خون از پیش می رود و شکایت می کنه فرزند مرا زده.
حضرت امیر المؤمنین بچه را احضار میکند. بعد برش میگه که میفهمی پدرت است، پروردگار است، تو راضی نمیشه تا پدرت راضی نشود. پلیس به جنت تو را وصل میکند، او بدبخت دنیا و آخرتت خراب میشود. وقتی که تهدیدش میکنه و حقوق پدر و مادر را برش بیان میکنه، این فرزند میگه که امیر المؤمنین من هم من حیث انسان به پدر و مادر حق دارم. گفت چرانی؟ یک حقت است که بهترین نام را بر بالای تو بگذارد. بعد میگه امیر المؤمنین نام مرا سرگین مانده، آیا حق مرا ادا کرده است؟ امیر المؤمنین میگه نه. گفت دیگه چه حق دارم سرش؟ گفت دیگه این حق داری که تربیت برات بدهد، کتاب الله را برات نشان بدهد، سنت رسول الله را برات نشان بدهد. این حق توست بر بالای پدر و مادرت. این فرزند میگه که امیر المؤمنین مرا این پدر وقت از خواب بلند میکند و چوب در دست میداد، میگه برو این گواه را بیرون ببر. کار ما امی است، بر ما اصلا تعلیم نداد. بار بار میشد که این گواه با هم میجنگیدن و ما گریان میکنن چطور بکنم؟ بر ما گفت که کلانش در کتی سوتا در فرقش بزن تا که دور شود از هم دیگر. ما هم خانه آمدم، مادر و پدرم جنگ میکرد، بنان سوتا را گرفتم در فرق پدرم زدم. یزی خاطر است، چون امو تو ادب برش داده بود. نتیجه امو ادب امو تو در فرق کوبیدن است. پس عزیزایم هر بدی که تو از فرزندت میگیری در حقیقت او را تربیت نکردی، او را در مجلس صلحا نشاندی، او را در مجلس اهل علم نیاوردی، او را امرای خود به مسجد نبردی، او را برای علما نشاندی، بنا نتیجهش امی است. نتیجهش امی است که به تو دشنام میدهد، نتیجهش امی است که پیش رویت پا را دراز میکنه، نتیجهش امی است که تو را توهین میکنه، نتیجهش امی است که تو را تحقیر میکنه، زیرا تو حقش را ندادی. اگر تو حقش را میدادی چنین نمیشد. بعد از او دستای تو را بوسه میکرد، پاهای تو را بوسه میکرد، او میدانست که تو وسیله‌اش هستی که پروردگار توسط تو از او راضی میشود. پس نام نیک را به فرزندانتان انتخاب بکنید، تربیت نیکو را برش بدهید. این تربیت نیکو همانا از روزهای اول شروع می شود. در خانه‌ات که فرزند تولد شد شکر بکش و فوراً او را در آغوشت بگی، پیش خوبترین مردمی که در شهر و قریت است پیش از او ببرش و برش بگو که در گوشش آذان بدهد، تا که اول کلامی که او مشنود کلام الله اکبر باشد، اول کلامی که مشناسد رفتن به سوی خدا باشد، حی علی الصلاح حی علی الفلاح باید باشد. بهترین کلامی که او مشنود شهادت به توحید خدا و به رسالت رسول الله باشد. این کار بکن. امرای خود خرما را ببر تا به مانندی که رسول ما صلی الله علیه و سلم، مثل که در حدیث ابو موسی اشعری رضی الله عنه و ارضا میخوانیم، پیغمبر میفرماید که حضرت ابو موسی میگه ولد لی غلام فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسماه ابراهیم و حنکه بتمرة و دعا له بالبرکه. خانم فرزند تولد شد، او را نزد رسول الله علیه السلام بردم. بعد پیغمبر نام سرش گذاشت ابراهیم. از او بعد خرما را تلیوید و کامش را بلند کرد و بعد دعا برش کرد. پس پدر و مادر مهربان، هنگامی که در خانه‌ات فرزندی تولد شد، تلاش بکو او را کلمه توحید را سرش بخواند، نام خوب را سرش علما بگذارد، کامش را بلند بکند و این مسئولیت تو است و حق فرزند بر بالای تو است. تراش کردن سرش و نوازش دادن او و صدقه دادن برای از او، این هم از مسئولیت های ماست در حق اولاد ما. رسول ما صلی الله علیه و سلم برای فاطمه زهرا می فرماید که احلقی رأسه و تصدقی بذنت شعره فضة. میگه صدقه سرش تراش بکو در روز هفتم، بعد به اندازه گرانی مویش در راه خداوند متعال خیرات بده از نقره. این کار باید بکنی، خیرات باید بدی، عقیقه را برش بکو، عقیقه را بکو. پیغمبر می فرماید کل غلام مرتهن بعقیقته، هر طفلی که در دنیا میاد او در گرو عقیقیش است. پس تلاش بکو در صورتی که توانایی داشته باشی، در صورتی که استعداد داشته باشی، عقیقه برش بکو و
و این حق است که بر بالای تو است. رفق به فرزندانتان، آسانی بگیرین به فرزندانتان، شفقت امرایشان بکنین، دست سرش بکشین، در آغوشش بگیر، محبت برش بده. حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند در حدیثی که شیخان روایت کرده است، یکی از اصحاب پیغمبر علیه السلام اقرع ابن حابس است. رسول الله صلی الله علیه و سلم را دید که حضرت حسن را بوسه میکرد. بعد از این حضرت صحابی گفت که ان لی من الولد 10، 10 فرزند دارم، تا به امروز یکیش بوسه نکردیم. به اصطلاح بگویم این کارهای زنانه است. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم من لا یرحم لا یرحم، کسی که ترحم نمی کند، شفقت نمی کند، مورد رحمت خدا قرار نمی گیرد. فرزندان شما شفقت بتین، اونا را با آغوش بکشانین و در فکرشان بوده باشین. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که حضرت عبدالله ابن شداد از پدرش روایت می کند، خرج علینا رسول الله صلی الله علیه و سلم فی احد الصلاة العشاء، در یکی از نمازهای خفتن پیغمبر بیرون شد از خانهش، و هو حامل حسنا او حسینا، نمیدانم که یا حسن بود یا حسین بود، او همراهش بود و در آغوشش بود. فتقدم رسول الله صلی الله علیه و سلم فوضعه، پیغمبر به نماز پیش شد و حضرت حسن را در کنار منبر محراب گذاشت. ثم کبر للصلاة، بعد از تکبیر به نماز گفته شد. فصلى، پیغمبر نماز خواند. فسجد بین ظهرانی صلاته سجدة اطالها، در مابین نمازش یک سجده را بسیار دراز کرد. میگه اینقدر دراز کرد که فرفعت رأسی، من از تشویش سر خود را از سجده بلند کردم، دیدم که یک تفلک بر پشت رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار دارد و هو ساجد، در حالی که پیغمبر در سجده است. فرجعت الى سجودی، به سجده خود پس برگشتم. فلما قضى رسول الله صلی الله علیه و سلم الصلاة، هنگامی که پیغمبر نماز را خلاص کرد، قال الناس یا رسول الله، مردم گفتن یا رسول الله انک سجدت بین ظهرانی صلاتک سجدة اطلتها، سجده کردی بسیار دراز که دیگه وقت سجده دراز نداشتی. حتی ظننا انه قد حدث امرا و انه یوحى الیک، ما ایتو تشویش پیدا کردیم کدام حادثه ای رخ نداده باشد و یا ایتو فکر کردیم که در سجده سر تو وحی آمده است. پیغمبر فرمود کل ذلك لم یکن، هیچ یکی از این نبود، نه وحی بود و نه هم کدام حادثه ای صورت گرفته بود. ولکن ابنی ارتحلنی، فرزندم بر بالای سوار شده بود. فکرهت ان اعجله حتی یقضی حاجته، دوست نداشتم که او را تا که خلاص نکرده باشه حاجتش را، او را شانه هایم پایین بکنم. سبحان الله، این را رفق میگه، این را شفقت میگوید. رسول الله صلی الله علیه و سلم روز فرزندش را در آغوش میکشد، بعد برش میگوید که بر ما شتر شو. پیغمبر بر چارقوک میکنه و این مبارک را در شانه خود میگذارد. بعد در خانه برش گردش میکند. و او تفلک برش میگوید که تو آواز شتر را برم بکش، و پیغمبر برش آواز شتر را میکشد. ایست پیغمبرتان، شفقت و رحمت بر فرزندتان بکنین تا محبتش با تو زیاد شود، دوستیش با تو زیاد شود، جایگاهت نزدش بلند برود. حسن تأدیب از حقوقی است که به فرزندت باید بدی، نیک تربیت را برش بدی. عبدالله ابن اسد میفرماید کنت غلاما فی حجر رسول صلی الله علیه و سلم، من فرزند کوچکی بودم در خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم، زیرا متکفلش رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. و کانت یدی تتیش فی صحفه، دست میگه طرف در کاسه میرفت و نان میخوردم. فقال لی رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر برام گفت که یا غلام سم الله، فرزندم بسم الله بگو، نان که میخوردی بسم الله بگو. و کل بیمینک،
و دست راستت بخو و کل مما یلیک و از پیش رویت بخو. پس پدر و مادر متوجه بوده باشد که فرزندش چطور میخورد، چطور میشیند و طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم را به فرزندانتان تعلیم بدهید. نشست، برخاست، رفتن، گپ زدن، این مسئولیت ما و شما هست. اگر ما تربیت بدیم فرزندان ما را، بعد در کوچه و در بازار دو نمیزند، بعد با مردم جنگ نمی کند، با سر حقوق دیگران تجاوز نمی کند. زیرا ما تو تربیت را اگر بتیم جامعه ما اصلاح می شود. در تربیت و اخلاق آنها باید بکوشیم، برایش تعلیم بدیم و صفات فاضله را در وجودشان تحقق ببخشیم. تو باید بفهمانی که دروغ بد است. تو باید برش بفهمانی که صدق صفت بلندی است. فرزندم هیچگاه دروغ نگو، همیشه راستکار بوده باش. فرزندم هیچگاه تو باید غلطی نکنی، زیرا انسان‌های غلط رسوا میشوند، در انظار کوچک میشوند و تو قیادت میکنی، تو خود رهبری میکنی، تو فلانه نفر میشی، جایگاهش بلند ببر. انسان‌های دروغگوی، انسان‌های خائن، انسان‌هایی که وقت را نمیشناسد، از اونها چیز ساخته نمیشود. از پیش برش بگو یک انسان بسیار بزرگ را که او میشناسد، بگو جایگاه از او را میگیری. این تو برش بگو جایگاه فلانه عالم را میگیری، جایگاه فلانه به اصلاح خان را میگیری، جایگاه فلانه دانشمند را میگیری. تو همچه یک انسان باشی. باز برش بگو که او دروغ نمیگه، تو دروغ نگو. او اخلاص داره، تو باید اخلاص داشته باشی. او با مطابق با شریعت زندگی میکن، تو مطابق با شریعت زندگی بکن تا فرزندم چنین انسانی شوی. این مسئولیت ما و شماست. الگوهای صالح را به فرزندانتان نشان بدین، مردمای خوب را به فرزندانتان نشان بدین، مجالس خوب را در خانوادهتان بگیرین. عزیزایم، والله اگر شما علما را به خانهتان دعوت میتین، چای و نان برش بتین، ولی دعوتش بتین. و فرزندت بگو که ما امروز کی ششتیم، امروز در خانم کی آمد و کی امروز صحبت کرد. از این یاد بگی تا فرزندت در ذهن خود بگیرد که پدرم با کی می نشست، با کی می خیست. فرزند باید از تو یاد بگیرد. انسانای کوتاه و بوتاه، انسانای مزخرف، انسانای فاحش که در مجلسش بشینی جز شر شی دیگر را نمشنوی، از مجالسش دوری بگیری که فرزند تأثیر مگذارد. فرزندت از تو یاد میگیرد. تعلیم امور الدین از جمله مواصفات زیبایی است. قرآن کریم چه زیبا میگوید: وأمر اهلک بالصلاة واصطبر علیها. در اینجا علما میگه وأمر اهلک بالصلاة، مراد 5 وقت نماز ما نیست، بلکه مراد در اینجا نمازهای تهجد است. یعنی پدر نماز تهجد را بخواند، پدر نماز اشراق را بخواند، پدر نماز اوابین را بخواند، پدر در مسجد پیش برود 2 رکعت تحیه مسجد را بخواند و فرزند خود را همراه خود ببرد تا فرزند یاد بگیرد. و امر اهلک بالصلاة، خانوادیت به نماز امر بکن. واصطبر علیها، خود به او مواظب باش تا که فرزندایت یاد بگیرد. هر قدر که تو سست هستی به خاطر رحم به فرزندانت، اعمال صالحه را بیشتر بکن، قرآن را زیاد بخوان، ذکر الله را بیشتر بکن، نماز را زیاد بخوان تا فرزندانت از تو یاد بگیرد. شما در جامعه ما اطفال را میشناسین که گپ زدن نمیتواند، گپ زدن نمیتواند از صغر سنش، ولی جای نماز را که انداختی ترت کرده او خود را مندازد، او به سجده می رود. چرا؟ به خاطر که مادر جانش نماز میخواند، پدر جانش نماز میخواند، خانواده نماز میخواند، از او خاطر یاد میگیرد. ولی ایتو اطفال هم شما میشناسین که گپ زدن نمیتواند ولی بازی را یاد دارد. چرا؟ به خاطر که در خانهش بازی است، پدرش بازی میکند، مادرش بازی میکند، موسیقی را تمام روز میشنود، تلویزیون مبتذل را تمام روز میبیند. از این خاطر فرزند یاد گرفت. پس تو بس کارها را به خاطر فرزندت نباید بکنی، زیرا بس است که خودت بدبخت شدی، میخوای فرزندت هم بدبخت شود. پس خودت بی سواد ماندی، میخوای فرزندت هم بی سواد بماند. خودت نوکری میکنی در دروازه ها، خودت فرزندت هم باید نوکری کند. نه، فرزندت باید استاد پوانتون باشد، فرزندت باید ریاست ها و وزارت بکند و او تعلق به خودت دارد. انتخاب پیش خودت است. تو نیک انتخاب بکن،
تا فرزندت خدمتگار دین و دنیایت شود. رسول ما صلی الله علیه و سلم می‌فرماید مروا اولادکم بالصلاة و هم عند 7 سنین واضربوهم علیها و هم عند 10 سنین. فرزندت در 7 سالگی امر به نماز بکن. مروا اولادکم بالصلاة، در 7 سالگی نماز سرش بخوان، در مسجد باید برود، سوال باید جواب بدهد که نماز خوانده است. و 10 ساله که میشه اگر سستی میکنه، کسالت میکنه، بزنش به نماز استادش بکن. ما مسئولیت نان اولاد خود داریم. عید که میشه میگه الا لباس بتی، سال نو که میشه الا بوت بتی، فلانه بتی، دوستانه تمام روز از ما میخواهد. پس مسئولیتش کمش، مسئولیت نانش، مسئولیت لباسش، مسئولیت بوتش داری، مسئولیت تربیتش نداری. مسئولیت تربیتش از این که مهمتر است. پس ادا باید بکنی و این حقی است که ما باید در رابطه ایجاد بکنیم. نفقه بر اولاد یکی از واجبات ماست. تلاش بکنه خوبترین چیز را اگر خدا بر استعداد داشته باشد او را در حق فرزندانت باید استعمال بکنی. اینطور نشود که بیرون خودت خوب میخوری ولی رحم به فرزندانت نمی کنی. دعا عزیزایم، این حق فرزندان بر بالای ما و شماست. رسول ما صلی الله علیه و سلم می فرماید 3 دعوات مستجابات، 3 دعا است و خدا قبول می کند، لا شک فیهن، هیچ در او شک نیست. دعوت الوالد للولد، وقتی که پدر مادر برای اولادش دعا می کند. این بسیار کلان مشکل است. ما می بینم زیادی از برادرها را، حتی علما هستند، در حق فرزندانشان کوتاهی می کند و برش دعا نمی کند. وقتی که نماز خواندی، روزه گرفتی، در اونجا دستایت بلند بگردان، خدایا ذریه نیکو را نصیبم بگردان. این کاری است که ابراهیم علیه السلام کرده. ابراهیم علیه السلام از خدا خواسته است که خدای ذریه‌ای را نصیبم بگردان تا قیادت بکند و رهبری بکند. خدای ذریه‌ای را نصیب بگردان که در آخرت امرایم کمک بکند. پس تو هم در حق فرزندانتان دعا بکن. خدا دعای تو را در حق فرزندانت قبول می کند. تو رابطی را با خدا منظم بکن تا رابطی فرزندانت منظم شود. تو از منکرات دوری بگیر تا فرزندانت دوری بگیرد. این مسئولیت ما و شماست. بلان مزیاتی از پدرها و مادرها را می بینم که دعا نمی کند و حق والد فرزندان برگردن شماست که در حقشان دعا بکنید. پروردگار عظیم برای ما و شما دستور میداد یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلکم نارا. ای مسلمانان، خود و خانواده خود را از آتش دوزخ نگاه بکنید. خود و خانواده خود از آتش دوزخ نگاه بکنید. در خانوادهت فرزندت است، دخترت است. پس هر کاری که موجب خشم خدا شود تو من حیث پدری مهربان از او باید دوری بگیری. پروردگار توفیق مزید را به ما و شما عنایت بکند و خداوند متعال ما شما را صالح بگرداند تا فرزندان صالح داشته باشیم. خداوند متعال توفیق نیکی ها را نصیب ما شما بکند. از بدی ها پروردگار ما شما را دور نگاه بکند. خداوند متعال به لطف و کرمش تقوا را در وجود ما شما تحقق ببخشد. خدا ترسی را خداوند متعال در درون دل ما ایجاد بکند. آنچه که موجبی رضای او تعالی می شود پروردگار به او عنایت بکند و توفیق را به ما عنایت کند. آنچه که مورد خشم خداوند متعال می شود به لطف کرمش پروردگار عظیم از او صفات ما و شما را بر حذر داشته باشد. پروردگار عزت دنیا و آخرت را نصیب فرد ما و شما بکند. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند میپذیرند.
آه